سلام عرض می‌کنم خدمت رئیس جمهور بسیار عزیزمون مریم عزیز و همچنین مهمانان بزرگوار که حمایتشون از این مقاومت مایه دلگرمی و امید برای مردم کشورمونه. با هزاران درود سلام به خدمت رهبری عزیزتر از جانمون برادر مسعود و همچنین عزیزان مقاوم پایدار و سرافرازمون در اشرف و لیبرتی. با سلام به شما حضار گرامی، من منیره هستم. 46 سالمه، چند ماهی که از ایران خارج شدم. حدود 5 سال در زندان‌های رژیم بودم که بار اول در 16 سالگی به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر و به مانند سایر دستگیر شده های دیگه بلافاصله زیر شکنجه رفتم و مدت 3 سال در زندان بودم. بار دوم به هنگام خروج از مرز برای رفتن به اشرف دستگیر شدم. شماری از اعضای خانواده‌مون از جمله برادرم جواد و دخترش سحر در اشرف بوده و الان در زندان لیبرتی هستن. همه میدونید که رژیم آخوندی تا چه حد مورد نفرت و انزجار همه مردم ایرانه، ولی سرکوب و اختناق در ایران به حدی شدید و غیر قابل تصوره که رژیم تا حالا تونسته از انفجار نارضایتی ها در ایران جلوگیری بکنه، ولی مطمئنا این زیاد طول نمیکشه. همونطور که در سال 88 دیدیم، مردم از فرصت پیش آمده در انتخابات رژیم استفاده کردند و با جلوداری و رهبری خانواده‌ها و هواداری مجاهدین تونستن جرقه قیام روشن کنند. در 6 و 7 مرداد با حمله دست نشانده‌های رژیم به اشرف به طور واقعی قیام و اشرف رو هم گره خورد و رژیم اگر اون موقع تونست با دستگیری‌ها و اعدام و فشار بیش از حد روی خانواده‌ها و هواداران مجاهدین موقتا قیام و سرکوب کنه، ولی با توجه به وضعیت انفجاری جامعه و پیوستن هرچه بیشتر مردم به خصوص جوانان به مقاومت و مجاهدین و بعد هم با تشکیل یگانهای ارتش آزادی بعد از پیام رهبر مقاومت مطمئناً به زودی کارش تمومه و من به عنوان کسی که به تازگی از ایران اومدم مطمئنم که خیلی زود مردممون به رهبری مجاهدین و با داشتن الگوهای سرفرازی مانند اشرفیان قهرمان، تومار حکومت بقایت ننگی و دجال و ضد بشریه این حکومت کثیف رو به زودی برخواهند چید. مهمانان گرامی و حضار محترم، من طلایه ریحانی هستم، 24 سالمه. اول از همه میخواستم از طرف جوانای ایرانی از دوستان مقاومت تشکر کنم. در ایران هر زمان که شما رو میدیدیم خدا رو شکر میکردیم که همچین انسانهای با شرفی توی دنیا وجود دارن که حق و حقیقت رو میبینن و از شما تشکر میکنم که همراه مقاومت مردم ایران هستید و با کمک‌های موثر خودتون در کارزار خانم مریم ما رو سرافراز کردید. من مدت کوتاهی که از ایران خارج شدم. راستش آرزو و هدف واقعی من از خروج از ایران پیوستن به مجاهدین در اشرف بود. اما متاسفانه زمانی که من امکانش رو پیدا کردم که خارج بشم دیگه دیر شده بود و اشرف تحت محاصره بود. خیلی دیگه از دوستانم بودن که دلشون میخواست به اشرف برن و سوال ذهنشون این بود که چطور میشه به اشرف رفت، ولی متاسفانه اشرف در محاصره بود. از زمانی که من خودم رو میشناسم مجاهدینم میشناسم، به خاطر که وقتی کودک 1 ساله بودم همراه با پدرم و مادرم و خانواده‌ام میخواستیم به ارتش آزادی بپیوندیم که در واقع در راه دستگیر شدیم.
در زمانی که من همراه با مادرم در سلولهای اوین و زاهدان بودم، پدرم و شوهر خالم اعدام شدن. قبل از اون هم عموم و پسر عموی اون اعدام شده بودن در قتل عام‌های سال 67. در ایران توی هر مدرسه و دانشگاهی که هست، هر جا که من بودم، کسانی بودن که شهیدی از مجاهدین داشته باشند، کسانی بودن که عضوی از خانواده‌شون در اشرف باشه. حتی کسایی هم که نداشتن، طالب این بودن که بدونن مجاهدین چه کسانی هستن. این دیسک رو به جون می‌خریدن که در مورد خواهر مریم بدونن، در مورد مجاهدین بدونن و بهای اون رو حاضر بودن با جان خودشون بپردازن. حتی بعد از خروجم از ایران هم خیلی از دوستان با من تماس گرفتن و می‌خواستن از طریق من به مجاهدین وصل بشن. حتی بعد از مدتی شنیدم که بعضی اونها دستگیر شدن. از مثل این آدم‌ها کم نیستن. کسایی که توی همیاری اخیر با سیمای آزادی و مقاومت تماس گرفتن و تشکیل یکان‌ها رو اطلاع دادن. می‌خواستن خودشون به هر دری زدن تا به سیما وصل بشن و همبستگی خودشون رو اعلام کنن. و در واقع علیرغم همه سرکوب‌ها و امکانات کمی که داشتن، بعضا از شهری به شهر دیگه می‌رفتن که رژیم نتونه ردیابشون کنه. در واقع می‌خوام بگم که نام مجاهد اشرفی، اسم مسعود و مریم رجبی، خط قرمز رژیم آخوندیه. خط قرمزی که با رد کردنش میشه زندانی، شکنجه و اعدام شد. من میخوام بگم اکثر ایرانی‌ها، به خصوص زنان سرکوب شده، به خصوص جوانان، انتظار مجاهدین رو میکشن. امید و الگوی زنان سرکوب شده خواهر مریم هستن. شرف همه مردم ایران برادر مسعود هستن و جوانان ایرانی دسته‌ها و یکان‌های ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادن و آماده کردن و مطمئناً که سرنگونی نزدیکه و به زودی آزادی رو در ایران خواهیم دید.